شرکت نورالینک که به دست ایلان ماسک تأسیس شده می‌خواهد با استفاده از توسعه جابجا کردن چیپ‌های مغزی محدودیت‌های ارتباطی بین انسان و کامپیوتر را بردارد تا در نهایت افراد بتوانند با استفاده از آن و اتصال مغزشان به اینترنت کنترل وسایل دیجیتال را با مغز در دست بگیرند. کاشت چیپ ممکن روز به اندازه‌ای پیشرفته شود که بشریت را به مرحله ساختن کامپیوترهای ابرهوشمند برساند. ایلان ماسک میگویند با نصب این چیپ مغزی میتوان بیماری کوری یا نابینایی، افسردگی، پارکینسون، آلزایمر، فلج و ناشنوایی را درمان کنیم. این دستگاه به خودی خود به اندازه یک سکه است و ظاهراً میتواند جایگزین تکه‌ای از جمجمه شود بدون اینکه آسیب پایداری به مغز وارد کند. نورالینک در حقیقت دستگاه یا چیپ کوچکی است که با جراحی در مغز افراد کار گذاشته می شود و با کمک آن افراد می توانند به دستگاه‌های دیگر ارتباط برقرار کند و آنها را با این چیپ مغزی کنترل کند و همچنین با این چیپ مغزی می توان تمام خاطرات و رویدادهای زندگی را در مغز ذخیره کنید و آن را به کامپیوتر و یا موبایلتان انتقال دهید. نورالینک در حال حاضر با عصبشناسان برجسته نهادهای علمی معتبر همکاری می کند. با سرمایه $200 میلیون در سان فرانسیسکو تأسیس شده است.